نام ما زرغونی سمندری. یک وقت بود مردم میگفت که این تیاریست، کشتن است، بستن است، دزدی است، انقلاب است. حال فعلا که آرام هم شده، چرا مردم کشور خود خوش نداره؟ چرا مردم از کشور خود میبرایه؟ به کشور خود مردم بشینه، غریبی، بیچارگی، هر چیز. خیر است که دلار نیست، غیر است که دیگه نیست، خیر است که بی ستری نیست. حال باید مردم خوش باشه که شکر اسلامی است. غریبی هم میشه، پسان پیدا میشه. برادر، ما و شما در چی حالت قرار داشتیم؟ همین شور میخوردی در هر انتیاری 200 نفر کشته میشد. شور میخوردی میگفتن موبایل های مردم چور زد. شور میخوردی بی ستری بود، بی ایجابی بود مردم. حالی چرا مردم مسلمانی را خوش نداره، از کشور خود میبرایه؟ اگر اجل رسید، به هر جای اجل است، بشینن از خاک خود، از مجاهدین خود. من خواهمی رژیم بسیار خوش دارم، بسیار خوش هستم. دمی رژیم، دمی مجاهدین، دمی ناری تکبیر، ناری تکبیر، ناری تکبیر در مجاهدین. ما خوش هستیم، ما خوش هستیم، تا مرگ خوش هستیم. مسلمانی است، ایجاب است، برادر دیگه است. ما در این مسلمانی بسیار خوش هستم، والله خوش هستم، با بالله خوش هستم. در این بی ستری، در روی سرک، در این کنلیچی، در این پرده تلویزیون چی حال بود از برای خدا؟ برادر کلی دوست، کلی مردم قتل کرد، به قتال رسان. مملکت ما را فروختن، فرد مملکت ما را فروختن، دلارها را گرفتن، مردم به خاک و خون یکسان کردن. حالی چرا مردم خوش نیست؟ در این آرامی، در این مسلمانی چرا مردم خوش نیست؟ همین کسی که خوش نیست دوست است، لوچک است. مملکت ما را فروختن. از الله اکبر، الله اکبر به مجاهدین. زنده باشه مجاهدین، زنده باشه مجاهدین.